گلی محبتی من مایل به شکفتن دارد. عروسم پیراهنی تویونه و بر کرد و به ابروان چشمانی خود سرما میکشد. پدر، عشق چیست؟ من به استقبال آن چگونه آماده باشم؟ عشق چیست؟ عشق چیست؟ من از آن همیشه در هراس بودم. از آن می گریختم. چون که عشق و مرگ در سفر همیشه یک جای. آنها جدا نمی شوند. مثل چوپان و رمه. چوپانی محبت خودی مرگ است. آنچنان که پلنگ برفی باده نخچیران رو، بزهای کوهی رو خزیده خزیده نگهبان میکند. کنی بیاید، جمع شدیم. یک دقیقه قصه رو گوش میکنید. بیاید. ششتیم. آنها هنرپیشگانی سیار بودند. در توی سور می سرایدند و می رقصیدند. تو هیچ چشمانت رو از مردانی زیبا نکندیده. خطا میکنی دوستم. چشم آنها از من کنده نمیشوند. تو به مثل آبشار که از کوه فرود می آید مانندی. زیر هر یک سنگ ماروار پیچ و تاب میخوری. این طور نگو دوستم. من از رشک سوختم. تنها مرگ میتواند ما را از این کار خلاص یابد. بیمور بیوفا، بمیر.
صافت آمد و عالم دگر شد گل باغ بهار جلوگر شد گل باغ بهار جلوگر شد موجی دریا چشمی دلخواست عمر انسان جان به آتش سوگند میخورم. به رسم زردشتیان قدیم، ساکنان همین کوه ساران، که تو را تا دم مرگ دوست خواهم داشت. اما کسی که این سوگند رو میشکنه، بگذار به زیر این تنگنا فرود آید، به زیر زمین که از آن جایها تا حال کسی برنگشته است، حتی ماهی. اگر برایت هم بگذار جسمی او رو کرگسان پاره پاره کرده فرو برند. سوگند میخورم. سوگند میخورم. سوگند میخورم. سوگند میخورم عزیز من. سوگند میخورم. مستی مستم میدانیانه، مستی مستم میدانیانه، کوکی مستم میدانیانه، کوکی مستم میدانیانه. شینم شینم یادی گلی لاله کنم، در باغ درام یادی تو را ناله کنم، در باغ درام بوی کنم، بوی تو نیست، بوی تو رسد کو کفم باره کنم، در باغ درام بوی کنم، بوی تو نیست، بوی تو رسد کو کفم باره کنم. مستی مستی
نشیا و پدر عروس کستوما عروس سلام نشیا و دور عروس و بر عروسا عروس سلام نشیا و خود خلا الهی آمین خدا اینو سمتش داد رحمی علا برنش داد نگرسن کنا حیات بنا بنا همیشه علا باشه همه خیلی گران شود آمین برکت دیدار رسول خدا طلبت مقصودت مرادت حاجتت علت بی اهمیت برآورده خیر گرداند عروسی با قدم شود ای چهره زیبای تو رشک بتان آذری هر چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری آفاق را گردیدم مهر بتان ورزیدم بسیار خوبان دیدم حالکی لبم از شما مهتابی شبم با شما یار بازو بندم را بده بازو بندم را بده بازو بندو گوش بارو گلو بندم را بده بازو بندو گوش بارو گلو بندم را بده خالکی لبد نصیبم باشی تو اگر حبیبم یار بازو بندت به من است بازو بندت به من است بازو بندو گوش بارو گلو بندت به من است بازو بندو گوش بارو گلو بندت به من است بازو بندم را بده یاری دل و جان تویم بازو بندم را بده یاری دل و جان تویم عاشقی روی تویم یاری غزل خوانی 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 تویم آفرین خان بتزن بچما رحمت رئیس رحمت حاضر سخن به رئیس کلخوز محترم رفیق تعریف خواجه افتاده می شود. مینت دارم دوستان. دوستان عزیز، ما امروز زیر آسمانی بی‌حدود سر این دسترخوان خوردکک تویانه نشسته نوخانه‌داران عزیز را تبریک و تهنیت میگوییم. هم از نام اهل کلخاز، خاصه از نام خود زایر سعیدویچ فخرالدینов
و هم با سپارش کلانشونده های دخلدار به شما آن همین گوسفندی را که دنبهش در ناحیه حتی در تمام عالم کلانترین است تحفه میکنیم. چرا گوسفند؟ به همین نیت که حیات شما در آینده نوخانه‌داران عزیز مثل دنبه همین گوسفند بای و فراوان و پهن و جنبان جنبان باشد. مبارک باشد. گلی دیدم و مانند پری بود لالا لالا گل لالا رنگش تنهایی او کبکی دری بود لالا لالا گل لالا و گفتاری خوشی بیچاره عاشق لالا لالا گل لالا قدش نقل زبانش شکری بود لالا لالا گل لالا الا ای نازنینی گلزارم انیس و مونیس و شبهایی دارم و یک جلوه بودی از بری من دوام و طاقت و صبر و قرارم لالا لالا گل لالا دوام و طاقت و صبر و قرارم لالا لالا گل لالا و گلشن آمدی خوب ناز کردی چی خوش آغوش خود را باز کردی نسیم صبح در گلشن شکوفت ز رخسار سخن آغاز کردی لالا لالا گل لالا ز رخسار سخن آغاز کردی لالا لالا گل لالا 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 گل
عمر این درخت به 1000 رسیده است. عمر انسان همگی 100 سال است. معلوم می شود که پروردگار درختان را نسبت به انسان بیشتر دوست می دارد. ها، پروردگار هر انسان را مثل کیهان دوست می دارد. از این رو نمی گذارد که وی تا پیری عمری پر از عذاب و مشقت را گذراند. سلام علیکم. و علیکم. کجا روانه ای شمس عالمگیر؟ اما برگوی افتخار خلق ما مهری کجاست؟ با وقتی رقص موزونش هم اشوله خواندنهایش دردانه های عشق بر رخساره های ما جاری می شد. مثل قطره های باران در بیابان ها. عشق همان باران است در بیابان. عشق همان سموم است در بیابان. پیغمبرمان فرموده
дар ин олам чун мусофир бояд зист. ба чизе бояд дил набаст. ман бо меҳри худ дар ин олам саргардонам. بچه ها شمسی سازنده شمسی سازنده ما شما رو شناختیم. شمسی سازنده چرا شما تنهایی؟ مهری ما در کجاست؟ بله مهری ما کجاست؟ مهری ما کجا شد؟
айо шавҳари азизи ман, чаро ту маро дар хобам куштӣ? ман ку туро интизор будам, аммо ба ҷои ту кор дат омад. ту на танҳо маро, балки худатро низ қатл кардӣ. дилам бароят месӯзад. меҳрӣ, месӯзад. ту пас аз марг ҳам мунису ҳамдами ман ҳастӣ. танҳо туро дӯст медорам. ҳама чизи атроф чеҳраи туро ба ёд меоранд. бештар аз ҳарчи ки ҳаст. пазмонат шудам меҳрӣ. 10 рӯз шуд дар хаёли ту месӯзам. дар ҳамон ҷо бояд муҷассама ҷой гирад. дар ана ҳамон хамгашт ҷойгир мекунад. дар наздикии он як боғчаи нав бунёд карда гулҳои рангу ранг мешинонем. пайкараи пуллодӣ бояд даромадгоҳи калхозро оро диҳад ва ҳар шахси воридшударо бояд истиқбол гирад. дар интихоби ранг бояд хато накунед. барори кор. рафиқ Тарифхоҷаев, хоҳиш мекунам ба ман ёрӣ диҳед. ҳукми маро ба ҳукми олӣ азияти абадӣ маҳкум созед. ман гуноҳи азиме содир кардам. шумо талаб доред? ман аз рашк занамро куштам. ба ман ёрӣ диҳед. оё ҳаст дар олам марде ки зани худро куштан нахоҳад? хусусан агар зан пир бошад. ҷанг миёни марду зан абадист. аллома фрейд дар ин бора навишта буд. ман мехоҳам бо занам бупайвандам. абадӣ. вай маро дар зери замин, андаруни хум, дар ҳавзи яхоб интизор аст. хеле пазмонаш шудам. аммо ҷазое ки барои гуноҳҳоям дар рӯи замин таъин карданд кофӣ нест. гуноҳи ман азим. дар он ҷойҳои баландтар гуноҳам бузург аст. хорошо. аввал ту бояд ба ватан фоида биоварӣ ва баъд аз он ту аз дӯзахи рӯи заминӣ мегузарӣ. мо туро ба кони уран мефиристем. барои мамлакат бомбаи атомӣ зарур. дар акси ҳол мо ҳама ҳалок хоҳем гашт. барои одамкушӣ ба ту 10 соли ҳабс муқаррар мекунем. лекин ту хурсанд шав. дар он ҷойҳо аз 3 сол зиёд зинда намемонад. ту маъшуқатро дар зери замин дар дӯзах вомехӯрӣ.
زنش را کشته است 10 سال. رفیق بالکن کمک کنید و من کاری از همه وزنین رو دهید. تو چی؟ 10 سال در اینجا کار وزنی کردنی؟ ای پسرم میدونی که در اینجا از 3 سال زیاد عمر نمیبینن. اینجا بیا. به نزدیک این موی سرت میریزد کل میشوی. انا سرت مثل همی سنگ ها میشود. رادیاتسیا پسرم. یک به 4 طرفت نگاه کن. مردمی دیه همه مردن. لیکن برای وطن بمبای اتمی لازم است. گرانی تاجیکی لازم است. تو اول برای وطن خدمت کن، بعد می روی از قفای آنهایی که رفتند. عموما تو درباره عمر خیام چیزی میدانی یا نه؟ ای خدا، از آمدن و رفتن ما سوده کو. بستار امید عمر ما بوده کو. چندین سر و پای نازنینان جهان می سوزد و خاک می شود. دوده کو. گویا عمر خیام این را برای ما و شما گفته است، برای انمی شخته های ما. بره دورو.
بازو بندم را بیده بازو بندو گوشوارو گلو بندم را بیده بازو بندو گوشوارو گلو بندم را بیده آرام شوید شمس شمس آرام شو شمس آرام شوید شمس آرام شمس آرام 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 شمس آرام مملکت بام بذاره تو با کدام گناه محبوسی؟ اوران تاجیک SSR را حمایت کرد و اوران در هر یک ملک باید یک نفر حقگو باشد و آن انسان مثل دانه تخمی است باید در زیر خاک بخسبد و من آنچنانم زیر خاک
اوه، من در این مجرای زیر زمین ابداً روز شدم. گم شدم، ماندم. اینجا سرنم است و صدایم خراب گشت. ولی من هنوز تو را دوست دارم. بیگو، تو خودت را چرا فدا کردی؟ چرا کشتی؟ دلم به خودم نه، به تو می سوزد. 10 سال می شود که من اندرون زمین در همین کانهای معدن دور عزراییل زنده به زنده می سوختم. خاکستر شدم، کور شدم، آب و هدا گشتم. اینجا از مخفخانه هم بدتر است، زیرا ما از قهر معزن طبیعت او رنگ کنده بیرون می آوردیم تا که از آن بمبای اتمی یعنی سلاح مرگ را سازند. من تو را کشتم و به اختیار به مرگ هزاران نفر آدمان سببگارم. ای معشوق عزیزی من، ذره تأسف نکرده در جنگ ها هزاران آدمان را از جان محروم می سازند. هرچند تنها الله می تواند جان ستاند. اما تو از گناهی کرده‌ات آمرزش خواسته ای. زنده بمان و روح خود را پاکیزه نگاه دار. تو هنوز عمر زمینیت را طی نکرده ای. ولی من تو را پزمان شدم مهری، خیلی زیاد. 10 سال شد پزمانم. شمس، آماده باش. لشولوشت را گیر. الکی 10 سال گذشت. تو زنده ای؟ من نمیگویم
توریست میرم. مهری مرا آنجا انتظار است. گپم درست؟ انتظاری؟ گوش کن، من همه اینجا رو شخصی کردم. بیا همراه کار میکنی. تو الکی گناهت رو شسته‌ای. نه، گناه آدم کشی رو در زمین نمیتونم شستن. من مهری رو خیلی پزمان شدم. خیلی و خیلی پزمان شدم. 10 سال است پزمانش هستم. شمس مهری آمده، نوری واپسین روزگاران، غنچه های ناشکفته امید و آرمان. چقدر شما پزمان شدم. اصلا کوی داداش، شیرین کوی داداش، چرا دیر آمده؟ کجا بود؟
پس از 100 سال از شمار آنهایی که حالا در روی زمین نفس میگیرند، عشق می‌ورزند، امید و آرزو می‌پرورند و ترانه می‌خوانند، نفری هم نخواهد ماند. اما خاطره شمس و مهری از یادها نمی‌زداید، عشق نمی‌میرد، جاودان است.